جارو برقی سوخت، جارو برقی خونمون سوخت دیگه، بدون معطلی بریم تعمیرش کنیم دیگه. قبل از اینکه تعمیر کنیم بزنید لایک و سابسکرایب بزنید و اگر دنبال تعمیرات بیشتری هستید دکمه زنگوله رو هم بزنید. بریم سراغ تعمیرش. خب جارو برقی رو میزنیم به برق و همونطور که میبینید هیچ عکس العملی نشون نمیده. معمولا موتورهای جارو برقی سالمن. پس برد رو باز میکنیم. چک میکنیم. دوستان من اینجا دورتون نمیزنم که کامل گوش بدید و حالا ببینیم ایراد اصلا از چی. خب این از بردمون. نگاه کنید روی برد ببینید علامه از سوختگی میبینیم یا نه. ببینید ترایاکمون سالمه. خب ترایاک سالمه. اینجا هم یه دونه ترانزیستور داریم مثل این که هیچ بوغی نداریم، پس قطعه نسوخته. پشت برد رو برمیگردونیم. معمولا بردهای جارو برقی این قطعه که همونطور این لقم میزنه بسیار قطعی میشه و ما برش میگردونیم نگاه میکنیم. تکونش میدیم. اینجا نگاه کنید. پاره شده. برد پاره شده. بدوزیمش. بله. خب بذارید من فکر میکنم حالا خیلی واضح تر باشه پارگی مدار. بله. خب اینا رو اگر احساس کردم که قلمردگی داره، الان من خودم به شخصه اینا رو تلمید میکنم که نگاه کنید بازیش خیلی کمتر شد و این برم که میبینید دیگه اون صورت نیستش. ببینیم پلاتین ها سولفاته نکردن. خیر، پلاتین هامون کاملا تمیزن. یه کمی پایین چرا اینجا نگاه کنید یه کمی بشه سولفاته شده که با این هم فوت کوزه گریش.
تعمیر شد. لایک یادتون نره. دمتون گرم. دیدید که این رو هم تعمیر کردیم. ممنونم که ما رو حمایت میکنید، لایکمون میکنید، سابسکرایب و زنگوله خوشگل رو میزنید و دیدید دیگه این همه هست. خدا نگهدار.